بنیاد رشد صندوق تضمین عربستان سعودی برای ساختمان نیروگاه روغون در تاجیکستان 100 میلیون دلار جدا می‌کند. در این باره سفیر سعودی در دوشنبه ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان خبر داده است. صندوق عربستان سعودی برای ساختمان نیروگاه روغون 100 میلیون دلار قرض با امتیاز جدا می‌کند. نقل قول کرده است از دیپلمات سعودی خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان خاور. سفیر سعودی گفته است طرح ساختمان نیروگاه روغون در منطقه بزرگترین بوده در روند رشد استوار کشور از حساب انرژی سبز نقش بزرگ می‌بازد. خاور تاکید کرده است که 100 میلیون دلار وعده کمک صندوق تضمین سعودی از 195 میلیون دلار جمع مبلغ گذاری این نهاد به تاجیکستان از سال 2002 به این طرف تشکیل می‌دهد. صندوق تضمین تا کنون اساساً به طرح‌های ساحه معارف تمرکز داشت و 95 میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های باقی مانده آن به تاجیکستان به ساحه معارف راست می‌آید. از جمله تازه ماه اکتبر سال 2023 وزارت مالیه تاجیکستان با صندوق تضمین عربستان سعودی قرارداد را به مبلغ 20 میلیون دلار در چارچوب طرح ساختمان و مجهز گردانی مکتب‌ها در جمهوری تاجیکستان به امضا رسانیده است که بر اساس آن باید در جمهوری 19 مکتب معاصر برای تقریباً 30,000 خواننده ساخته شود. ساختمان نیروگاه روغون سال 1976 که اتحاد شوروی هنوز پابرجا بود آغاز یافت، ولی با فروپاشی اتحاد شوروی این ساختمان دیگر ناتمام باقی ماند. ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان که هر سال در فصل سرما به کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود به یک مسئله حیاتاً مهم تبدیل یافته است و حکومت تاجیکستان مستقل چندین مرتبه تلاش کرد تا ساختمان نیروگاه روغون را که با 3.6 میگاوات اقتدار و 335 متر بلندی سربندش در منطقه بزرگترین شمرده می شود از سر بگیرد. تاجیکستان در سالهای آخر در مجموع از بودجه‌اش برای ساختمان روغون علاقه تقریباً 3 میلیارد دلار صرف کرده. سالهای 2018 و 2022 دو چرخه اول این نیروگاه را به کار درآوردند. به دوشنبه تا حال میسر نشده است که برای انجام پروژه ساختمان این نیروگاه سرمایه کافی را جلب کند. در نتیجه تاجیکستان همچنان هر فصل سرما به کمبود شدید نیروی برق گرفتار شده در کشور لیمیت شدید برق جاری کرده می شود. امسال لیمیت علاقه از پایان ماه سپتامبر جاری کرده شد. معمولا هر سال لیمیت تا نیمهای ماه اپریل یعنی بیش از نصف سال نگاه داشته می شود و این همه مدت ساکنان اکثر منطقه های تاجیکستان در شبانه روز همگی چند ساعت و آن هم تنها 2 یا 3 ساعت صبح یا 3 ساعت بیگاه نیروی برق می گیرند.